مرگ خود را یاد آر و گریه بسیار کن، می روی روز به خاک و توشه تیار کن. ناگاه بود از این جهانت ببرند، از حلقه جمع دوستانت ببرند. غافل منشین زمان زمانت ببرند، گر تو نروی کشان کشانت ببرند. ببندند دست و پایت را، پوشانند چشمهایت را. این مزرع عمر از نشاط آمده پاک، دهقان اجل نکیش جز تخم هلاک. چون دانه گندم همه باسد دل چاک، از خاک برآمدند و رفتند به خاک. کجا شد سروری اولاد آدم؟ کجا شد احمدی محمود خاتم؟ کجا شد عامه معراج افلاک؟ به یثرب رفت زیر پرده خاک. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس میکرد وفایی، نمی کرد از آن حضرت جدایی. زنم فریاد و گویم تا قیامت، کجایی یا محمد یا محمد صلی الله علیه و سلم. این همون دنیا هست برادران عزیز. مغرور دنیا نشویم، در فریب دنیا نخوریم. ما و شما بنده رمضان نیستیم، ما بنده الله رب العالمین هستیم. نشوه که بعد از رفتن ماه رمضان راه مسجد فراموش کنیم. نشوه که بعد از رفتن رمضان دما نماز قضا کردن سر شوه. نشوه که بعد از رفتن رمضان، بعد از اینکه خداوند ما را پاکیزه از گناه کرد، دوباره خود را آلوده و بدبخت رسوا بگردانیم. برادران عزیز و بزرگوار، این تعلیمات پیغمبر بزرگوار برای ما باید یک درسی بزرگی باشه. زندگی بکن، هر نوع میخواهی زندگی بکن، اما فراموش نکن که روز زندگی تو به پایان میرسه. زندگی تو ادا میشه و تمام میشه. این دنیا را پسی سرگ میکنی، ترک میکنی، به سوی لقای پروردگار، به سوی دیدار پروردگار، به سوی محضر رب العالمین برای جواب گفتن حتما بازگشت میکنی.